سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امروز قراره با هم گردشی داشته باشیم در سبز میدان و بولوار لاکانی رشت. امروز پنجشنبه 25 بهمن ماه و ساعت حدود 6:30 غروبه. چند وقت پیش ولاگ قدم زدن شبانه در خیابان تختی و همچنین ولاگ قدم زدن در خیابان مطهری رو در کانال قرار دادیم و امروز تصمیم گرفتیم که در خیابان طالقانی رشت به سمت سبز میدان، بولوار راکانی و پیرسرا هم قدمی بزنیم. پس با ما همراه باشید. ولاگ گردش شبانه در شهرداری و همچنین بازار رشت در غروب رو هم در کانال قرار دادیم که همگی اونها در پلیلیست مربوط به شهر رشت کانال ما موجوده. ما این ولاگ رو از دهانه سام که به خیابان میرزا کوچک خان مشهوره و بازار میوه تره‌باری در اون قرار داره شروع خواهیم کرد. چند وقت پیش ولاگ گردش در این بازار رو در هوای بارونی برای شما قرار دادیم که لینکش رو براتون در قسمت توضیحات این ویدیو قرار میدم. فردا نیمه شعبانه و بارش بادکنک و نورافشانی در بخش میانی این ولاگ به خاطر همین هست. در طول ولاگ هم توضیحاتی در مورد مکان‌ها و خیابان‌های در طول مسیر خواهیم داد. پس با ما همراه باشید. خواهشاً با لایک‌ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید. بر بولوار یا خیابون معلمه. قبلا بلاگشو تو شب گذاشتم.
روز عشق ولنتاینه، گل فروشی ها ماشاءالله بار. تقدیم شما از جوان درجیه پاساژ بزرگمهر و بیستونه لوازم الکتریکی و تغییرات.
اینجا سمت صنایع دستی استاد سراست. بریم چه خبر. بلاک برفیشو گذاشتم تو کانال. کباب کویلش انقدر عطر میکنه. کبابی احمد. جز ظرف‌های استفاده خانم امروز ما رو زیر نکنه بدیم. خونه خیلی قشنگ. دور براتون بگیرم. از این صنایع دستی شروع کنه. اینجا کتاب خونش چه بیاد مثلا بریم اینجا شبا پیرمردا شطرنج بازی میکنه، سنگ بازی میکنه، صداش میاد. حالا میرم بریم. اینجا کم بلاک برفیش بهتر میشه، اینجا نور نداره. دختر 13-14 ساله سیگار میشه. عاقبت ما رو بخیر. اون دست راست گران این سمت دقیقا مستقیمش این پیاده روی علم الهداه. الان میریم از اون سمت تفریل میریم. اینجا روزا کبوترها هستن. قشنگه.
چهارشنبه‌سوری هم که یه ما مونده. خب دوستان ترقه فروش تست سمتی هم که داریم میریم همین 20 ستونه که اومدیم. دور میزنیم میریم به سمت لاکانی. شطرنج و چون شلوغه نمیشه فیلم گرفت، همه تنه میزنن. این ما سینمای 20 به بهمن. اینور علم الهدایی که میخوره به شهرداری. این هم ورودی اصلی سبز. بادکنک تلفن دارم بالا بادکنک ها رو میترکنم. خوشیه اما نگیم فروشگاه نجم بود، مال نیرو مسلحه، یعنی ارتش سپاه. بادکنک‌ها رو اونجا رو
کادو گرفته بودن داشتم میرفتم خونه. این سمت که همون پیرسراه استاد سرا، این سمت هم که بولوار لاکانیه. بریم تا اینجاش قدم بزنیم. چهارشنبه سوری امروز نیست. معدن گوشی، لپتاپ، لوازم جانبی، دوربین، پرینتر، وسایل اداری. علایالدینه اینجا کلا تجهیزات موبایل. یعنی شما هیچی نیست اینجا پیدا نشه. هنوز دارم میتونم. شعور صفر. اینجا موبایل چیزه نمایندگی که کنون و دوربین و هرچی بخواد اینجا داره تجهیزات. خیابون به میدون دفاع مقدس میخوره. یه اسمش یادم درست گفته باشم. سمت شب میره باغ محتشم، سمت راست هم میرسه ضیابری. مستقیما میره به خیابونی که به فلک رازی و گاز ختم میشه.